این صاحبکاری تاجیک ادعا دارد که بعضی از کارمندان میلیسای ناحیه رودکی دو به کار آنها دخالت میکنند. خورشید سعیدов یک نقطه شستشوی ماشین ها و آشخانه را در کنار دوشنبه در اختیار داشته اصرار می‌ورزد که دو افسر میلیسا با دغل گفتاری و نپرداختن حق خدمت رسانی ها راه می‌دهند. اومده گفت ماشین ما رویگم شما کارمند ایفزی حقوق کارکنی میلیسایم و جونیبک امروز که در کار نیستای هوا سرد بود و میگه که ما حقوق ندارم ما ماشین نمیشم بسوم ما جا مثال نرخنامه داریم ما باید دیره و میگه ما داشتم قبول میکنه میگه ما کارمند شعبه کارهای داخلی رودکی دی ماشین ما را میشوین. خورشید سعیدов تاکید کرد که اخیراً یک کارمند میلیسای این ناحیه سه کارمندش را لطوکوب کرده است. تشخیص سودی را پیشنهاد میکنیم که اما تشخیص مثال رودگیان سه نفر ده سه تا کارمند همین نقطه شستشوی ماشین ده. حمزه از زمره کارمندان نقطه شستشوی ماشین‌های متعلق به صاحبکار خورشید سعیدов است که از لطوکوب شدنش از جانب کارمند میلیسا اظهار نگرانی نمود. Para rumina camza zada budur da çeliz. Ba giriftan adel buradan mı da adel zadan mı ki karbuta mı bay sari bay zuri kada buşun. در صحبت با رادیو آزادی مسئولان شعبه وزارت کارهای داخلی رودکی دو با رادیو آزادی گفتند با ادعای صاحبکار موافق نیستند. یک مسئول این نهاد گفت از شکایت خبر دارد و قضیه تحقیق می شود. دوران اماموف یکی از دو کارمند میلیسا ادعای صاحبکار را بی اساس خواند. در دادستانی ناحیه شاه منصور گفتند بر اساس شکایت صاحبکار نسبت سید ربانی دولتов کارمند پلیس رودکی برای برآمدن از حد وکالت‌های خدمتی پرونده جنایی باز شده تفتیشات ادامه دارد. در دایره کارشناسان مسئله دخالت به کار صاحبکاران پیوسته مورد گفتگو قرار می‌گیرد، اما کم حالت‌هایی هست که صاحبکاران نسبت مقامداران بر رسانه‌ها شکایت برند.